میخوایم با همدیگه جمع عددهای مخلوط رو یاد بگیریم. من اینجا 2 تا عدد مخلوط دارم که میخوام بیام با همدیگه جمعشون بکنم. نگاه کنید، ما توی پایه 4 مخرجه های برابر رو یاد گرفتیم، فهمیدیم چه جوری میتونیم مخرج مشترک بگیریم و این رو هم فهمیدیم که هیچ کدوم از کسرها رو نمیتونیم بدون اینکه مخرج‌هاشون برابر باشن با هم دیگه جمع کنیم. من الان اینجا 2 تا مخرج هم برابر نیستن، اما میتونم به هم برسونمشون. میام چی کار میکنم؟ اول از همه من این جمع عدد مخلوط رو با 2 روش یادت میدم. یک روش از روش خود عدد مخلوط، یک بار از روش تبدیل به کسر. من الان میخوام از روش عدد مخلوط حل کنم. اینجا اسم روش رو مینویسم. از طریق روش عدد مخلوط میخوایم حلش کنیم. خب حالا چیکار میکنم؟ اولین کار مخرج ها رو برابر میکنم. 2 ضرب در 2 بشه برابر با 4 میشه. هر جایزه ای که به پایین دادیم باید به بالا هم جایزه رو بدیم. این میشه 2 تا هم که میشه 4 تا. خب حالا میام چی کار میکنم؟ اینجا رو دقت کن. من میام واحدهای کاملی که دارم و با هم جمع میکنم. یعنی میگم 2 به علاوه 3 یه به علاوه میذارم دوباره پرانتز باز. حالا میریم سراغ قسمت‌های کسری. میگیم 2 چهارم به علاوه 3 چهارم. خب میخوایم حاصل به دست بیاریم. چیکار میکنیم؟ میایم میگیم 2 به علاوه 3 میشه 5. اینجا مخرج ها برابره، این میشه 4. 3 به علاوه 2 هم میشه 5 تا. میام پایین مینویسم، میگم 5 به علاوه 5 چهارم. نگاه کن، این 5 چهارم بزرگتر از واحد هست، پس من اینو میام تبدیل به عدد مخلوطش میکنم. میگم 5 چهارم یعنی 1 واحد و 1 چهارم. پس میام اینجا میگم 5 به علاوه 1 و 1 چهارم که جوابم برابر میشه با 6 و 1 چهارم. این میشه روش عدد مخلوط. حالا بریم با هم دیگه روش تبدیل به کسر رو یاد بگیریم، ببینیم از این روش چجوری میتونیم حلش کنیم. خب ما اینجا قبل از اینکه مخرج ها رو برابر کنیم میایم هم عدد مخلوط اول هم عدد مخلوط دوم رو به کسر بزرگتر از واحد تبدیل میکنیم. میایم از همون سر میخورم ضرب میشم میرم بالا جمع میشم استفاده میکنیم. 2 تا 4 تا با 1 جمع میشه 5 دوم. برای بعدی میام دوباره 3 تا 9 تا با 2 جمع بشه میشه 11 تا، میشه 11 سوم. خب الان اینجا میام مخرج ها رو نگاه میکنم. من مخرجم برابر نیست. چیکار کنم برابر بشه؟ باید بیام در هم دیگه ضرب کنم، چون 2 تبدیل به 3 نمیشه، 3 هم تبدیل به 2 نمیشه. پس میام 2 رو در 3 و 3 رو در 2 ضرب میکنم. هر جایزه ای که به مخرج دادم باید به صورت هم اون جایزه رو بدم. 5 تا میشه 15 تا. بچه ها من این پایین براتون می‌نویسم. 5 تا میشه 15 تا. 2 تا هم میشه 6 تا به علاوه 11 تا 2 تا میشه 22 تا و این 6 هم اینجا نوشته میشه. درست شد؟ حالا چیکار کنم؟ مخرج ها برابرن، باید بیام صورت ها رو جمع کنم. اول یکی از مخرج ها رو می‌نویسم، با هم دیگه جمع بکنم میشه 37 تا. خب من اینجا کسر بزرگتر از واحد دارم، اما میخوام تبدیلش کنم به عدد مخلوط. میام چی کار میکنم؟ میام 37 رو تقسیم میکنم به 6. من اینجا میگم تو 37 تا 6 تا وجود داره. 6 تا 36 تا، یکی هم باقی میاره. پس جوابم میشه 6 واحد کامل و 1 ششم. این هم میشه جمع عدد مخلوط با روش تبدیل به کسر.